وقتی همه نگران ذوب شدن یخ‌های قطب جنوب بودن، یک اتفاق شگفت‌انگیز رخ داد. بین سالهای 2021 تا 2023 قطب جنوب هر سال بیش از 100 میلیارد تن یخ اضافه کرده. این افزایش غیرمنتظره به خاطر بارش شدید برف در بعضی مناطق بوده و ممکنه موقتی باشه. اما هنوز یک واقعیت بسیار بزرگ رو تغییر نمیده. قطب جنوب در دهه‌های گذشته یخ‌های زیادی از دست داده. اما این به هیچ وجه به معنی توقف روند ذوب شدن یخ‌ها نیست. قطب جنوب مکانی دورافتاده، وحشی و یخزده است که دما تا منفی 89 درجه سانتیگراد میتونه پایین بیاد. ورقه یخی قطب جنوب تقریباً 98% از این قاره رو پوشش داده. کارشناسا تخمین میزنن که 90% از یخ‌های جهان و 70% از آب شیرین سطح زمین در قطب جنوب یخ زده. جالبه بدونید هر سال بیش از 70,000 نفر از سراسر جهان از راه‌های دریایی و هوایی از قطب جنوب بازدید می‌کنند.